الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز و متعلمین گرامی. با ادامه مبحث مثلثات از فصل دوم کتاب ریاضیات صنف 11 در خدمت شما می باشم. هدفی که در جلسه به دنبال آن هستیم معرفی معادلات مثلثاتی می باشد. پس با ما همراه باشید. خب سوالاتی شما باید بتونید در آخر جلسه با آنها جواب دهید. چی است؟ سوال اول، معادلات مثلثاتی به چه معناست؟ دو، تفاوت بین مطابقت و یک معادله مثلثاتی چه می باشه؟ سه، معادله مثلثاتی 2 ساین x منفی 1 مساوی با 0 به ازای چه زوایایی برقرار است؟ و سوال 4، برای 2 کوساین x منفی 1 مساوی با 0 چطور؟ خب تعریف: آن مساوات مثلثاتی که برای بعضی از زوایا برقرار باشه و برای بعضی برقرار نباشه با آنها ما معادلات مثلثاتی میگوییم، و آن مساوات مثلثاتی که برای تمام زوایا برقرار باشد ما با آنها مطابقت مثلثاتی میگوییم. دوستان عزیز، پس فرق بین مطابقت و معادلات چی شد؟ همین شد که تو معادلات برای بعضی از زوایا برقرار است مساوات، ولی برای مطابقت ها همیشه و به ازای هر زاویه‌ای شما تساوی در مطابقت ها چی است؟ برقرار است. دوستان عزیز، پس بر اساس تعریف میتونیم نتیجه بگیریم که هر مطابقت مثلثاتی یک معادله مثلثاتی می باشد، ولی عکس از او برقرار نیست. یعنی هر معادله مثلثاتی نمیتونه یک مطابقت مثلثاتی باشه. دوستان عزیز، خب یک مثال میزنیم. مثال: افاده 2 کوساین x منفی جذر 2 مساوی با 0 یک معادله مثلثاتی است و کوساین به توان 2x جمع ساین 2 x مساوی با یک مطابقت مثلثاتی است. دوستان عزیز، اگر یادتون باشه در جلسات قبلی ما اثبات کردیم که کوساین 2 هر زاویه‌ای جمعش با ساین 2 همون زاویه همیشه مقدارش مساوی با 1 است. یعنی به ازای هر زاویه‌ای همیشه مجموع مربعات کوساین و ساین هر زاویه‌ای مساوی با 1 است. پس نتیجه میگیریم که کوساین 2 جمع ساین 2 همیشه مساوی با یک مطابقت است. اما افاده چی؟ 2 کوساین x منفی جذر 2 مساوی با 0 همیشه به ازای هر زاویه‌ای برقرار نیست. چرا؟ چون 2 کوساین x درست است منفی جذر 2 گفتیم مساوی با 0 باشه. خب نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ که 2 کوساین x مساوی با جذر 2 است. درست است یا نه؟ با نتیجه میتونیم بگیریم که آفرین کوساین x مساوی با جذر 2 تقسیم بر 2. درست است یا نه؟ دو طرف تساوی تقسیم بر 2 کردیم. خب دوستان عزیز، او چه زاویه‌ای بوده که کوساین از زاویه مساوی شده با جذر 2 تقسیم بر 2. ما میدونیم که کوساین 45 درجه چی است؟ مساوی با جذر 2 تقسیم بر 2 می باشه. پس نتیجه میتونیم بگیریم که x ما چند است؟ آفرین، میشه 45 درجه یا پای چهارم گفته میشه. درست است یا نه؟ خب حالا دوستان عزیز، اگه در همین تساوی ما به جای x مقدار پای چهارم را بانیم، این تساوی برقرار است. ولی اگر بر فرض مثال به جای x ما پای سوم را بذاریم چی میشه؟ پای سوم که میدونیم همون 60 درجه است. کوساین 60 درجه گفتیم میشه چی؟ میشه 1 بر 2. درسته؟ خب پس این چی میشه؟ میشه کوساین 60 درجه میشه 1 بر 2 ضرب در 2 میشه مقدارش 1 منفی جذر 2 هیچ وقت 0 نمی باشه. درست است یا نه؟ پس این تساوی بالا فقط برای زاویه پای چهارم برقرار است و برای باقی زوایا میتوان گفت که برقرار نیست. پس نتیجه میگیریم که باید چی باشه؟ این مساوات یک معادله مثلثاتی باشه، نه یک مطابقت مثلثاتی. خب یه هم از این مثال. خب نکته اول، معادله مثلثاتی به شکل a ساین x جمع b مساوی با 0. دوستان عزیز، a ما چیه و b چیه؟ a و b دو عدد می باشه، ساین هم که همون ساین خودمان است. نکته بعد، معادله مثلثاتی به شکل a کوساین x جمع b مساوی با 0 باشه. خب این معادله دوم. معادله سوم، معادله مثلثاتی به شکل a تانژانت x جمع b مساوی با 0 و معادله آخر که می شود معادله مثلثاتی به شکل a کوتانژانت
x جمع b مساوی با 0 باشه. دوستان عزیز هر 4 معادله که براتون آوردیم معادلات مثلثاتی می باشن. خب یک مثال بزنیم دوستان عزیز. مثال قیمت های x را طوری بیابید که معادله 2 ساین x منفی 1 مساوی با 0 باشد. دوستان عزیز اگه توجه کرده باشین همون چی است؟ همون معادله اول است که گفتیم چی است؟ گفتیم a ساین x جمع b مساوی با 0 است. درست است یا نه؟ خب در این قسمت b ما منفی 1 است، a ما هم مساوی با 2 می باشه. درسته؟ خب میام حل میکنیم. گفتیم چی؟ گفتیم 2 ساین x منفی 1 مساوی با 0 است. نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ یک میبریم سمت راست. درسته؟ چی میشه؟ میشه 2 ساین x برابر میشه با مقدار 1. درسته؟ چون منفی 1 بوده سمت راست که میبرین علامتش مثبت میشه. خب بعد نتیجه میگیریم که ساین x چند میشه؟ آفرین دوستان عزیز. چی میکنیم؟ دو طرف تساوی تقسیم بر 2 میکنیم. 2 ضریب ساین که 2 از ساده میشه، فقط سمت راست میشه چی میمونه؟ سمت راست هم 1 بر 2 میمونه. خب ساین x مساوی با 1 بر 2 شده است. ما میدونیم که دوستان عزیز ساین 30 درجه مساوی با 1 بر 2 است، یا همون ساین پای ششم. درست است یا نه؟ خب یک از مقادیر x میتونه چی باشه؟ همین پای ششم باشه. درسته؟ خب من یه براتون یک شکل میکشم ببینیم بقیه زوایا چی میشه. خب اگه توجه کرده باشین ما در صنف دهم یاد گرفتیم که محور افقی رو ما به طور قراردادی چی میکنیم؟ نامش رو کوساین نوشتیم. درست است یا نه؟ و محور عمودی چی است؟ عمود ساین ما می باشه. درست است یا نه؟ خب این ازیشی. فرض کنید که این چی است؟ زاویه‌ای که بین این خط قرار داره با محور کوساین همه چی باشه؟ 30 درجه باشه. درست است یا نه؟ خب ما میدونیم که ساین زاویه میشه چی؟ ساین 30 درجه میشه 1 بر 2. دیگه چی؟ خب این چی رقم دست آوریم دوستان عزیز؟ اگر این دایره اگر شعاع دایره مساوی با 1 باشه، شعاع دایره مساوی با 1 باشه، درست است یا نه؟ خب این مقدار چی باشه؟ این میشه یه مقدار اگه وای باشه، ما میدونیم که ساین یک آلفا چی میشه؟ میشه بعد مقدار وای تقسیم بر آر. خب آر چی است؟ آر همون شعاع دایره است. خب چون در این شکل از ما آر ما مساوی با 1 است، پس ساین میشه چی؟ ساین میشه همون وای ما. درست است یا نه؟ پس ساین میشه بعد مقدار وای. خب وای چی است دوستان عزیز؟ یک توجه کرده باشیم، با رنگ دیگه میکشم براتون. وای چی است؟ همین مقداری است که در این قسمت قرار داره. درست است؟ یعنی روی محور ساین می باشه. خب این از دیشی دیگه. آیا زاویه دیگه هم هست که مقدار ساین از ما مساوی با وای شود؟ بله. کجاست؟ اینجا قرار میگیره دوستان. با یک رنگ دیگه میکشم. کجاست؟ اینجا میشه. درست است یا نه؟ این چیه دوستان عزیز؟ اینجا مگه شما اگه در نظر بگیرین بازم دوباره چی میشه؟ ساین شما دوباره برابر با وای میشه. چرا؟ چون گفتیم مقدار ساین آلفا شما چی میشه؟ این قسمت میشه، نه از 0 تا این مقدار وای که اینجا قرار داره. خب دوستان عزیز این چی هست؟ این چی زاویه‌ایه؟ این از اینجا این چی زاویه؟ ما برای میکشم براتون. خب این چی زاویه دوستان عزیز؟ اگه توجه کرده باشین، اگه میدونیم که زاویه از 0 تا خط چی از محور سمت چپ ما چند است؟ زاویهش همون پای است یا 180 درجه می باشه. درسته؟ خب این چیز این زاویه‌ای که اینجا کشیدیم چی است؟ این میشود همون چی؟ میشود همون پای. درست است یا نه؟ میشود پای منفی، آفرین، میشه منفی آلفا که چند است؟ همون 30 درجه می باشه اینجا. چه نتیجه میتونیم بگیریم دوستان عزیز؟ میتونیم نتیجه بگیریم که به ازای مقادیر x چی مقادیر میتونه بگیره؟ مقادیر x اگه پای ششم باشه دوستان عزیز تساوی بالا برقرار است. این از یک چی. درست است یا نه؟ دیگه چی گفتیم؟ دیگه گفتیم مقادیر x که چی باشه؟ میشود پای منفی پای ششم. درست است یا نه؟ این که میشه مقادیر، این که میشه پای منفی پای ششم که میشه همون زاویه چی؟ زاویه که اینجا قرار اینجا با رنگ سبز نشان دادم. درست است یا نه؟ خب پس چی میشه؟ دیگه چی میشه؟ پس میشه مقادیر که x پای منفی پای ششم. این اگه شما این مقدارم در تساوی بالا به جای x قرار بدین، بازم تساوی چیه؟ برقرار است. دیگه آیا بازم دیگه هم هست؟ بله. او چیه دوستان عزیز؟ اگه این مقدار چی باشه؟ یک زاویه پای ششم باشه، اگه شما بین دو پای بچرخین باز پس بین سر جایشی، بازم چی است؟ بازم مقدار ساین شما همون مقدار y میشه. درست است یا نه؟ پس نتیجه میگیریم که به ازای
به ازای چی؟ به ازای 2 پای جمع پای ششم هم چی است؟ بازم تساوی بالا برقرار است. دیگه چی؟ بازم میشه بله. بازم شما چی کنین؟ به جایی که یک چرخ بخوریم با 2 چرخ بخوریم. 2 چرخش میشه چقدر؟ میشه چی؟ 4 پای. درست است یا نه؟ میشه 4 پای چی؟ جمع پای ششم. درست است یا نه؟ یا به طور کلی میتونیم بگیم که چی؟ به ازای 2 که جمع پای ششم. درست است یا نه؟ همیشه تساوی بالا برقرار است. دیگه چی؟ دیگه قسمت پایین هم میتونیم بگیم که خب یک چی است؟ گفتیم زاویه پای منفی پای ششم. درست است یا نه؟ دیگه ما باز میشه بله. اگه ما یک چرخ کامل بخوریم تا این قسمت باز بیم چی کنیم؟ بازم بیم همین تا سمت راست اگر حرکت کنیم بازم تساوی بالا برقرار است. پس به ازای چی یک ساید دیگه میتونیم بگیم که به ازای 3 پای منفی پای ششم. درست است یا نه؟ این هم بازم چی است؟ تساوی بالا برقرار است. دیگه چی؟ میتونیم به طور کلی بنویسیم که به ازای 2 که منفی 1 جمع پای ششم چی است؟ بازم تساوی بالا برقرار می باشه و از مجموع اینا یعنی بره به ازای مقادیر x بالا و پایین چی است؟ تساوی معادله ما برقرار است. خب میتونیم نتیجه بگیریم که هم x بالا هم x بالا هم پایین چی میشه؟ با هم جمع کنیم میشود یک مجموعه به وجود میاد، یک ستی به وجود میاد که با اس نشان میده میره به ازای مقادیر x به قسمی که چی؟ x ما مساوی باشه با چی؟ خب یک پای ششم اینجا داریم، ما یک پای منفی پای ششم پایین داریم. درست است؟ یعنی میشه چی؟ بالا میشود پای ششم جمع چی بوده؟ جمع 2 کی جمع پای ششم بوده. دیگه چی؟ اجتماعش دوستان عزیز یادتون باشه میشه چی؟ میشود اجتماعش با مقادیر پایین. مقادیر پایین چی رقم است؟ میشه چی؟ میشود 2 کی منفی 1 جمع پای ششم. درست است یا نه؟ این چی است؟ این کل مقادیر x است که تساوی بالا یعنی 2 ساین x منفی 1 مساوی با 0 همیشه برقرار است دوستان عزیز. خب این میشه قیمت های x. خب مثال دیگر مقادیر زوایای x که به ازای آن معادله 2 کوساین x منفی جذر 3 مساوی با 0 برقرار است را به دست آورید. خب دوستان عزیز چی است؟ مشابه معادله مثال قبل است، فقط به جای ساین ما اینجا کوساین داریم. درست است یا نه؟ و مقادیر a و b ما تغییر کرده. خب چی میشه؟ باز نوشته میکنیم 2 کوساین x منفی چی؟ گفته جذر 3 مساوی با 0 است. درسته؟ نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ نتیجه میگیریم که 2 تا کوساین x ما مساوی با جذر 3. با نتیجه میگیریم که چی؟ کوساین x ما برابر است با جذر 3 تقسیم بر 2. درست است یا نه؟ خب جذر 3 تقسیم بر 2 ما میدانیم که کوساین چه زاویه‌ای میشه جذر 3 تقسیم بر 2؟ آفرین دوستان عزیز. اگر ما به جای x مقدار پای ششم یا 30 درجه رو بانیم کوساین 30 درجه میشه چی؟ میشه جذر 3 تقسیم بر 2 میشه. آفرین. خب پس چی میشه؟ یعنی مقدار اول x ما چند است؟ همون پای ششم است. آیا مقادیر دیگه هم هست؟ میایم پیدا میکنیم. درست است؟ یعنی با شکل میکشیم. فرض کنین چی است؟ یک دایره است با شعاع 1. درست است یا نه؟ خب اینجا باز دوباره گفتیم به طور قراردادی میشود کوساین، اینجا میشود چی؟ ساین ما. درسته؟ خب یک زاویه 30 درجه اگه باشه بر فرض مثال، خب چی میشه دوستان عزیز؟ یک خط به سمت پایین عمود میکنیم و مقدار کوساین چی میشود؟ مقدار کوساین گفتیم میشود میشه ضلع مجاور. درست است یا نه؟ ضلع مجاور تقسیم بر وتر ما که این اگه مقادیر x ما نامش بانیم چی میشه؟ پس کوساین این زاویه‌ای که اگه نامش هم آلفا باشه میشود مقدار x تقسیم بر r. درست است یا نه؟ چون r ما اینجا گفتیم شعاع دایره 1 است پس r 1 است. نتیجه میگیریم که چی؟ کوساین آلفا مقدارش مساوی با x می باشه. درسته؟ خب دیگه کجا کوساین آلفا ما x میشود دوستان عزیز؟ اگه توجه کرده باشین با رنگ دیگه میکشم. اگه زاویه شما بازم اگه این رقم باشه چی میشه دوستان عزیز؟ بازم چی میشه؟ کوساین شما که میشه چی؟ دقیقاً همین x میشه. درست است یا نه؟ اینجا قرار میگیره. چرا؟ چون مقدار x ما این ور است، سمت راست میباشه. خب پس این چی زاویه دوستان عزیز؟ اگه توجه کرده باشین این میشه چی؟ این میشه و با رنگ دیگه میکشم میشه زاویه 2 پای که کلا تا اینجا است. درست است؟
منفی چی؟ منفی امو آلفا میشه. درست است یا نه؟ خب پس این چیه گفتیم؟ این میشه و زاویه 2 پای، دوباره میگم زاویه 2 پای منفی آلفا، چون در این مثال از ما آلفای ما چند بود؟ 30 درجه بود یا پای ششم بود، پس میشه و 2 پای منفی آفرین پای ششم. خب چی شد؟ به اینجا نوشتن میکنم. پس به ازای مقادیر این قسمت به ازای مقادیر x مساوی با پای ششم گفتیم چی است؟ این تساوی برقرار است. دیگه چی؟ گفتیم برای به ازای مقادیر x مساوی با 2 پای، درست است یا نه؟ منفی پای ششم هم دوباره چیه؟ این تساوی بالا باز برقرار است. خب همینا از این تمام شد دیگه؟ نه دوستان عزیز، اگر ما باز دوباره چی کنیم؟ باز دوباره در قسمت پای ششم 2 پای چرخ بخوریم، درست است یا نه؟ یعنی به عنوان بنز یک دوران کامل که میشه 2 پای، یک دوران کامل داشته باشیم، باز دوباره جمع هم پای ششم چی میشه؟ دوباره این زاویه تشکیل میشه و کوساین ما هم دوباره برقرار است. یعنی چی؟ یعنی برای دیگه اگه بکشم، یعنی شما میان چی میکنین؟ میان یک دوران کامل اینجا میزنین، درست است؟ یعنی باز به مقدار چی؟ به مقدار آلفا میرین بالا، همون که پای ششم است. پس چی میشه؟ مقدار کوساین شما همون جذر 3 تقسیم بر 2 میشه. خب دوستان عزیز، پس فهمیدیم که هم به ازای زاویه آلفا هم به ازای زاویه 2 پای جمع آلفا بازم مقدار کوساین ما همون چی میشه؟ بعد گفتیم جذر 3 تقسیم بر 2 میشه. دیگه چی؟ بازم شما اگه به جای یک دوران 2 دوران بزنید دوستان عزیز، میشه چی؟ میشه 4 پای جمع، میشه و 4 پای جمع پای ششم. بازم چی میشه؟ کوساین x شما مساوی با همون جذر 3 تقسیم بر 2 میشه. بعد بازم چی میشه؟ باز 3 دور بزنید، 4 دور بزنید میشه. خب دوستان عزیز فهمیدیم که اگه یک دوران کامل بزنیم باز جمع اما آلفای ما دوباره چی میشه؟ کوساین ما مقدارش میشه مقدار قبلی. و آیا باز دیگه هم هست؟ بله، شما به جای یک دوران کامل 2 دوران کامل بزنین میشه چی؟ میشه 4 پای جمع پای ششم. یا باز چی؟ یا 3 دوران بزنین که میشه چی؟ میشه 6 پای جمع پای ششم میشه. درست است؟ یعنی خب پس به طور کلی میتونیم نوشته کنیم که به ازای چی؟ x پای ششم و چی؟ آفرین 2 که پای جمع پای ششم. دوستان عزیز، چون هر دوران کامل 2 پای است، مثلا دوران بعدی میشه 4 پای و دوران سوم میشه 6 پای، پس میشه چی؟ میشه مقادیر جفت ضرب در پای. خب ما مقادیر جفت با 2 که نشون میدیم، درست است یا نه؟ پس 2 که منظور 2 که میشه چی؟ میشه مقدار 2 مقدار 4 6 و همین رقم، درسته؟ دیگه چی؟ خب این از قسمت بالا. قسمت پایین چی میشه؟ میدونیم که به ازای x مساوی با 2 پای منفی پای ششم، باز مقدار کوساین ما با مقدار کوساین بالا یکی برابر میشه. خب آیا بازم همین دیگه نیست؟ نه دیگه، بازم داریم دیگه. چی؟ شما بیاین دوباره چی کنین؟ دوباره در قسمت چی است؟ این میشه زاویه 2 پای منفی پای ششم. بیاین همین زاویه رو دوباره جمع 2 پای کنین، یک دوران کامل بزنین، باز دوباره در روی همین خط قرمز یا سرخ باز دوباره برگردین، چی میشه؟ باز مقدار کوساین شما مقدار برابر میشه با مقدار قبلی. باز دوباره یک 2 پای دیگه یک دور بزنین، چی میشه؟ باز در مجموع میتونیم نوشته کنیم که 2 پای منفی پای 6 دیگه چی میشه؟ میشود 4 پای منفی پای ششم، درست است یا نه؟ و یا به طور کلی میشود 2 که، درسته؟ ضرب در پای منفی پای ششم. از مجموع 2 مقادیر بالا چی می شود؟ یک ست به وجود میاد که بر اساس این مقادیر ست مساواتی و معادله بالا چی است؟ برقرار می باشه. خب ما چی میکنم؟ اینا رو در یک ست به نام S جایگذاری میکنم. میشود چی؟ میشه x هایی که به قسمی که چی است؟ به قسمی که x ما مساوی باشه با چی؟ مساوی باشه با مجموعه یا ست بالا که میشود پای 2 که پای جمع پای ششم و چی؟ اجتماعش، درست است یا نه؟ با مجموعه و ست پایین که میشود چی؟ میشود 2 که پای منفی پای ششم، درست است یا نه؟ خب بر اساس مقادیری که x این مقادیر میگیرد همیشه مساوات بالای ما چی است؟ برقرار میباشه دوستان عزیز. خب بریم یک مثال دیگه بزنیم دوستان عزیز. ست حله معادله تانژانت 2x منفی پای 4 مساوی با تانژانت x جمع پای 4 را در فاصله 0 تا 2 پای را به دست آورید دوستان عزیز. خب چیکار میکنیم دوستان عزیز؟ گفته تانژانت
2x منفی پای چهارم مساوی شده با چی؟ تانژانت x جمع پای چهارم. درست است یا نه؟ خب دوستان عزیز میتونیم نتیجه بگیریم که از هی تساوی میتونیم نتیجه بگیریم که مقدار زاویه داخلی اینا چی هن؟ با هم برابرن. وقتی تانژانت یک x مساوی شده با تانژانت یک y، شما میتونید نتیجه بگیریم که x مساوی با y میباشه دوستان عزیز. خب اگه همون x ما باشه یا اگه y ما باشه چی میشه؟ پس نتیجه میگیریم که 2x منفی پای چهارم دوستان عزیز مساویه با چی؟ x جمع پای چهارم دوستان عزیز. خب اگر از x سمت چپ را به سمت راست ببریم و پای یا منفی پای چهارم سمت چپ را به سمت راست ببریم، جواب چی میشود؟ میشود 2x منفی x مساویه با پای چهارم جمع پای چهارم دوستان عزیز. درست است؟ خب پای چهارم جمع پای چهارم میشود چی؟ میشود پای دوم دوستان عزیز. چرا؟ یک علامت سوال میزنم در خانه ای حل کنید که آیا میشه نمیشه. خب یزدیشی. پس یه قسمت چی میشه؟ بعد 2x منفی x هم که مقدارش x است. درسته یا نه؟ بعد نتیجه میگیریم که چی شده؟ نتیجه میگیریم که x ما مساوی با چی بوده؟ مساوی با پای دوم بوده دوستان عزیز. خب این از قسمت اولش. آیا مقادیر دیگه هم هست از x که ما در مساوات بالا قرار بدیم و ببینیم که این مساوات آیا برقرار هست یا نه؟ خب بریم سراغ شکلی که براتون آوردم دوستان عزیز. خب این شکل چیه؟ یک دایره براتون آوردم که شعاعش مقدارش یک است. درست است یا نه؟ خب ما میدونیم که تانژانت گفتیم چی است. اگر فرض مثال اینجا ما یک خط از این بکشیم تا پایین، این مقدار چی باشه؟ همون y ما باشه. اینجا مقدار اگه x باشه ما میدونیم که تانژانت میشه چی؟ تانژانت یک زاویه مساویه با ضلع مقابل تقسیم بر ضلع مجاور میشه دوستان عزیز. درسته؟ خب ضلع مقابل چی است؟ همون y می باشه دیگه. درسته؟ ضلع مقابل پس تانژانت تتا مساویه با میشه ضلع مقابل که y است تقسیم بر ضلع مجاور که مقدارش x می باشه. خب یک نکته که اینجا حائز اهمیت است که برای گفتنش اینه دوستان عزیز، ما در هندسه یاد گرفتیم در یک مثلث حالا میخواد قائم و زاویه باشه یا نباشه فرق نمیکنه، در همه مثلثات این نکته که میگم همیشه برقرار است که چی است؟ ایه دوستان عزیز، اگر این زاویه شیره ما با a نشان بدیم ای هم باشه b و این قسمت مکسی باشه، شما اگه بیاین یک خط موازی با رنگ دیگه میکشم، شما اگه بیاین یک خط موازی با چی؟ با خط بی سی بکشین، مثلا بر فرض مثال از اینجا باشه و نام از این قسمتی که خط بالا قطع میکنه فرض مثال بی یک نشان بدیم و نقطه پایین این نقطه تقاطعی بین این خط و خط پایینی رو با سی یک نشان بدیم دوستان عزیز، همیشه دوستان عزیز یادتون باشه همیشه مقدار A B1 فاصله چی؟ فاصله A تا B1 تقسیم بر چی؟ تقسیم بر A C1 یعنی چی؟ یعنی قیمت فاصله A تا C1 برابر است با چی؟ برابر است با AB تقسیم بر AC میشه دوستان عزیز. خب یعنی چی؟ یعنی از اینو براتون نوشته کنم، یعنی تقسیم A B1 بر A C1 همیشه مساوی با تقسیم AB در تقسیم بر چی؟ قیمت AC میشه. خواهی از نکته چی که در هندسه ما یاد گرفتیم، نکته شماره 1. خب دوستان عزیز در شکلی که ما آوردیم اینجا توجه کنین چی داریم ما میدانیم که تانژانت تتا میشود چی؟ میشود مقدار ضلع مقابل که y است تقسیم بر چی؟ ضلع مجاور که مقدارش x است. درست است یا نه؟ خب اگر ما مثلثی به جای این مثلث کوچک مثلث بزرگ در نظر بگیریم، یعنی این مثلث باشه، چه اتفاقی میفته دوستان عزیز؟ نگاه اینجا داریم. درست است یا نه؟ خب ما میدانیم که تقسیم y بر x، y چی؟ بر x یعنی مقدار ایز روبرو بر x ما برابر است با چی دوستان عزیز؟ همین نکته اینجا گفتیم میشود تقسیم QP اینجا میشه QP بر چی؟ بر مقدار OP میشه دوستان عزیز. دوباره میگم ما چی گفتیم؟ بر اساس قضیه بالا میتونیم نتیجه بگیریم که مقدار y تقسیم بر x
مساویه با چی؟ فاصله کیو پی تقسیم بر اوی پی. خب از طرفی دوستان عزیز بعد من اینجا نوشته کنم که اینو فراموش نکنین را. خب میتونیم نتیجه بگیریم که از نقطه شماره 1 نتیجه میتونیم بگیریم که y بر x مساویه با چی؟ مساویه با کیو پی تقسیم بر، یعنی فاصله با اینجا تقسیم بر او پی میشه. درست است یا نه؟ او پی. خب از طرفی ما گفتیم که این دایره چی است؟ شعاعش 1 است، پس او پی مقدارش 1 میباشه. نتیجه میگیریم که y بر x همیشه مساوی با چی است؟ آفرین، میشود کیو پی. درست است یا نه؟ خب کیو پی چی است دوستان عزیز؟ کیو پی چی است؟ همون y بر x است. y بر x چیه؟ همون تانژانت تتا. پس میتونیم نتیجه بگیریم که تانژانت تتا همیشه چی است؟ مساویه با همین فاصله چی است؟ کیو پی میشه که براتون اینجا چی نوشته کردیم ما؟ تانژانت تتا مقدارش برابر با اون میباشه. خب اینو گفتیم که چی برسیم دوستان عزیز؟ اینو گفتیم دوستان عزیز که به چی نتیجه برسیم؟ میخوام به نتیجه برسیم که آیا مقادیر زوایای دیگه هم وجود داره که تساوی بالا برقرار باشد یا نه. خب از طرفی گفته در فاصله چی؟ در فاصله 0 و 2 پی، نگفته در کل محور اعداد حقیقی، گفته فقط در فاصله 0 تا 2 پی. دوستان عزیز این نکته اول. دیگه چی دوستان عزیز؟ ما اگه بیایم یه خطی هم به صورت این قسمت عمود کنیم دوستان عزیز چی اتفاق میفته؟ خب مقادیر تانژانت شما یا اینجا قرار میگیره دوستان عزیز، یا این قسمت قرار میگیره، یا قسمت پایین و یا سمت چپ پایین قرار میگیره دوستان عزیز. خب در قسمت راست بالا مقادیر تانژانت شما چی است؟ مثبت همیشه. در قسمت چپ بالا تانژانت شما منفی است و همچنین در قسمت راست پایین بازم تانژانت منفی است، فقط چی است؟ و در قسمت پایین چپ بازم تانژانت شما چی میشه؟ مثبت میشه. درسته؟ پس چون این قسمت مثبته، پس اگه یه خط دیگه ما به این شکل بکشیم، به این شکل همین ادامه اگه بدیم شما دوستان عزیز چی میشه؟ میآید این خط عمودی را چی میکند؟ در این قسمت میاد چی قطع میکنه. این چیه نقطه دوستان عزیز؟ این میشه همون کیوزه بر. خب دوستان عزیز توجه کنید، خیلی توجه کنید دوستان عزیز که چی است؟ این مقدار تانژانت شما هم چی است؟ مثبته. قسمت بالا هم که گفتیم این قسمت چیه؟ مقدارش مثبته. پس اگر اثبات کردیم که تانژانت شما یعنی این نقطه شما این مقدار یا فاصله شما برابر بشه با فاصله ده اینجا چی میشه؟ پس به ازای این زاویه هم چی میشه؟ به ازای این زاویه هم مقدار تانژانت شما برابر با تانژانت سمت بالا میشه و تساوی بازم چی است؟ برقرار است دوستان عزیز. خب این چی زاویه هست دوستان عزیز؟ این چی زاویه دوستان عزیز؟ این اگه توجه کرده باشین میشه چی؟ تا این قسمتش که میشه پای و قسمتی که رد تر میشه چقدر تر میشه؟ به همون مقدار تتا تر میشه. درست است یا نه؟ پس میشه چی؟ میشه زاویه پای جمع تتا دوستان عزیز. پس میتونیم نتیجه بگیریم در این قسمت که x به ازای x مساویه با پای جمع پای دوم دیگه. تتای ما پای دوم بوده دیگه. به ازای این مقدار زاویه هم چی است؟ تساوی بالا باز برقرار است دوستان عزیز. خب ما میدونیم که به ازای پای دوم یا تتا در مجموع تتای شما چی است؟ مقدار تانژانت شما میشه این قسمت قرار میگیره. درست است یا نه؟ خب اگه شما یک دوران کامل بزنین باز جمع تتا کنین بازم چی است؟ تانژانت شما بازم مقدارش همون مقدار قبلی میشه. بازم یک دوران دیگه بزنین باز چی میشه؟ همون مقدار میشه. فقط دوستان عزیز در مثال گفته در فاصله 0 2 پای، نگفته که تمام محور اعداد حقیقی شما در نظر بگیرین. خب در بین 0 و 2 پای دیگه شما نمیتونین غیر از x مساوی با پای دوم و x مساوی با پای جمع پای دوم شما چی کنین؟ یک مقدار دیگه پیدا کنین که چی باشه؟ در تساوی بالا به ازای از او x چی باشه؟ تساوی برقرار باشه. خب پس نتیجه میگیریم که باید مقادیری که x از این حل معادله به دست میاد چی است؟ فقط مقدار x مساوی با پای دوم است و مقدار x مساوی با پای جمع پای دوم باشه دوستان عزیز.
خب معادلات مثلثاتی درجه دوم. دوستان عزیز، شما در اسلایدهای قبلی با معادلات آشنا شدین که درجه آنها از یک بود. یعنی چی؟ یعنی توان توابع مثلثاتی شما، یعنی ساین و کوساین شما یا تانژانت شما توانشون یک بود. ولی در این قسمت میخوایم با شما رو با معادلات مثلثاتی که درجه آنها از دو باشد آشنا کنیم. خب به طور کلی شکل عمومی یک معادله مثلثاتی درجه دوم عبارت است از این عبارتی که قسمت براتون آوردیم. چی است؟ از a ضرب در ساین 2x جمع b کوساین 2x جمع c ضرب در سینوس ساین x در کوساین x مساوی با مقدار d. دوستان عزیز، خب a b c چی است؟ a b c و d مقادیر حقیقی می باشه و ساین و کوساین ما هم که همان توابع مثلثاتی ما می باشه. فقط توجه کرده باشین چی است دوستان عزیز؟ اینجا توان ساین شما کوساین شما 2 است، پس یک معادله درجه 2 می باشه. خب بریم یک مثال بزنیم دوستان عزیز. مثال معادله 2 ساین 2x منفی 3 ساین x جمع 1 مساوی 0 را حل کرده و مقدار قیمت زاویه x را به دست آورید. خب دوستان عزیز چیکار میکنیم؟ دوستان عزیز، ما با حل معادلات درجه 2 در صنف قبلی آشنا شدیم. میدانیم که اگر یک معادل درجه 2 به این شکل داشته باشیم، یعنی باشه ای x مربع جمع یک b x باشه جمع یک c کل مساوی با 0 باشه، میتونیم از این را به این شکل حل کنیم که گفتیم دلتای ما اگه مساوی قرار بدیم با مقدار چی؟ ضریب x که هست b به توان 2 منفی کنین از چی؟ از 4 ضریب x مربع که a در مقدار ثابت c و این مقدار دلتا رو به دست آورین و میان چی میکنیم؟ میدانیم که به ازای x یک مساوی با منفی b مثبت جذر دلتا تقسیم بر 2a چی است؟ این مقدار ریشه اول معادله درجه 2 ax مربع جمع bx جمع c می باشه و x2 مساوی با منفی b منفی جذر دلتا تقسیم بر 2a چی است؟ یه میشه ریشه دوم از این معادله درجه 2. خب این که ما از جلسات قبلی میدانیم، این یک یادآوری بود. خب این از شماره 1 میبونیم اینجا یا خط میکشم. خب بریم سراغ معادله خودمان. ما اگر به جای ساین x مقدار y را قرار بدیم چه اتفاق میفته؟ در معادله بالا به جای ساین چی میکنم؟ y قرار میدم، میشه 2y2 درست است یا نه؟ منفی 3y مثبت 1 درست است یا نه؟ که y ما چی است؟ گفتیم y ما هست ساین x. خب مساوی کلا مساوی با 0 می باشه. خب دوستان عزیز، اگه اینجوری به جای ساین شما یک مقدار وای را قرار بدین، باز چی دارین؟ دقیقاً مثل گذشته یک معادله درجه 2 دارین که a شما 2 است، b شما منفی 3 است و مقدار c هم مقدارش برابر با 1 می باشه. خب بر اساس همین فرمول دلتا مساوی با b2 منفی 4c میایم چی میکنیم؟ دلتا را مساوی قرار میدیم با b2 که مقدار b منفی 3 بوده به توان 2 که برسه میشه چی؟ منفی 3 به توان 2 میشه مقدار 9. آفرین. منفی میکنیم از چی؟ از 4 ضرب در a مان مقدارش 2 بوده میشه ضریب y2 میشه بعد 4 ضرب در 2 ضرب در c که مقدارش 1 میباشه. درست است یا نه؟ 4 ضرب در 2 میشه بعد 8 8 ضرب در 1 میشه بعد 8. درست است یا نه؟ میشه بعد پس چی؟ 9 منفی 8 که مقدارش چند میشه؟ آفرین، این 1 میشه. درست است یعنی خواهی از دلتای از ما میام چی میکنیم؟ میام ریشه هاشو به دست میاریم، ریشه از این معادله را گفتیم بر اساس فرمول x1 چی میشه یا y1 اینجا چون در این معادله ما از y استفاده کردیم، پس y1 چی میشه؟ y1 میشه بعد گفتیم منفی b مان چند است؟ منفی 3 است. منفی 3 چی میشه بعد؟ آفرین، میشه بعد چی؟ مثبت 3. خواهی که از 3 شی چی دیگه چی اینجا گفتیم دیگه قسمت مثبت جذر دلتا. درست است یا نه؟ جذر دلتامون چند است؟ این قسمت مقدارش 1 است، پس میشه جذر 1. تقسیم میکنیم بر چی؟ تقسیم میکنیم در 2 ضرب در a مانم که 2 است میشه چی؟ 2 ضرب در 2 میشه. خب جذر 1 میشه بعد 1 3 جمع 1 میشه بعد 4 تقسیم بر 4 میشه دیگه میشه چند؟ آفرین، مقدارش میشه 1. پس میشه چی؟ این میشه بعد ریشه اول از این معادله درجه 2 از ما. ریشه دوم چی میشه؟ y2 مساوی میشه با آفرین میشه دوباره منفی b. درست است یا نه؟ منفی b گفت چی میشه؟ همون مقدار 3 میشه. نفعت به جای مثبت منفی میشه منفی جذر دلتا. جذر دلتا مانیم که چی است؟ همون
جذر یک میشه تقسیم بر 2 ضرب در 2 که همون 2a می باشه. خب 3 منفی جذر 1، جذر 1 که مقدارش 1 است، 3 منفی 1 میشه بعد 2، درسته؟ تقسیم بر 2 ضرب در 2 که هست مقدارش 4. خب 2 بر 4 میشه بعد چی؟ 2 بر 4 میشه بعد 1 بر 2. خب این از چی؟ این هم از ریشه دوم از این. خب دوستان عزیز، ما میدونیم که وای ما چی بود؟ وای ما بود ساین ایکس. پس چی میکنیم؟ میم وای 1 رو مساوی با ساین ایکس قرار میدیم. وای 1 مساوی با چی میشه؟ میشه ساین ایکس 1 میشه. درست است یا نه؟ خب وای 1 چند بوده؟ مقدارش 1 بوده. درست است یا نه؟ خب ساین ایکس 1 شده چی؟ مقدارش 1 شده. او چه زاویه‌ای بوده دوستان عزیز که ساین از زاویه شده مقدار 1. خب من براتون این شکلش میکشم. یک دایره باشه، این یک محورای کوساین و اینم از ساین یک باشه. کجا مقدار ساین 1 میشه دوستان عزیز؟ آفرین. در این قسمت چی است؟ در این قسمت ساین شما مقدارش 1 است. خب این چی زاویه؟ آفرین. این میشه زاویه پای دوم یا همون 90 درجه میشه. پس این از چیش نتیجه میگیریم که از این قسمت x1 شما چی بوده؟ پای دوم یا همون 90 درجه بوده و y2 گفتیم چند بوده؟ مقدارش 1 بر 2 بوده. مساوی با چی؟ ساین x2 میشه دوستان عزیز. مساوی با 1 بر 2. خب کجا ساین شما 1 بر 2 میشه؟ بعد او چه زاویه‌ای بوده که ساین شما 1 بر 2 شده است؟ آفرین دوستان عزیز، ما میدونیم که ساین 30 درجه یا ساین پای ششم مقدارش چند است؟ 1 بر 2 میباشه. درسته؟ خب پس نتیجه میگیریم که x2 ما چنده؟ آفرین، x2 ما هست پای ششم دوستان عزیز. درسته؟ خیلی خوب. معادلات درجه دار پس به این شکل شما میتونه حل کنید دوستان عزیز. پس چی میکنیم؟ شما معادلات مثلثاتی درجه دار اول می تابع مثلثاتی تبدیل به یک وای میکنین، به جای وای قرار میدین، میایین از فرمول شماره 1 اینجا نوشته کردیم از این قسمت بالا استفاده میکنین. از قسمت بالا استفاده میکنین و میایین چی میکنین؟ ریشه های از اون معادله درجه دور به دست میآورین و مساوی با مقدار. بعد چی میکنین؟ میایین به جای ریشه ها مقدار ساین یا هر کوساینی که دارین قرار میدین و میایین زاویه ها رو به دست میآورین دوستان عزیز. خب مثال دیگر، ست حله معادله کوساین 2x جمع ساین x مساوی با 0 را دریافت کنید. خب ما در صنف دهم در بخش مثلثات یاد گرفتیم که کوساین 2x برابر است با 1 منفی 2 ساین 2 x می باشه دوستان عزیز. خب از صنف دهم یاد گرفتیم دوستان عزیز. خب من چیکار میکنم؟ میام در معادله بالا به جای کوساین 2x مقدار 1 منفی 2 ساین 2x را قرار میدم. میشه چی؟ میشود 1 منفی 2 ساین 2x میشه جمع ساین میشه. درست است یا نه؟ کل به مساوی با 0 می باشه. خب یا به طور ساده تر میتونیم بنویسیم که چی؟ منفی 2 ساین 2x جمع ساین x مثبت 1 مساوی با چنده؟ مساوی با 0 است. خب در مرحله بعدی گفتیم چی میکنیم؟ در مرحله بعدی میایم به جای ساین مقدار y را قرار میدیم. نتیجه میتونیم بگیریم که چی؟ ما نتیجه میگیریم منفی 2 تا y2. درست است یا نه؟ جمع y جمع 1 مساوی با 0 شده که y شما چی بوده؟ y شما بوده مقدارش مساوی با ساین x بوده. خب یعنی حالا چی دوستان اگه توجه کرده باشین، یک معادله درجه 2 دارین که مقدار a شما منفی 2 است، مقدار b شما مثبت 1 است و مقدار c شما هم چی است؟ مثبت 1 می باشه. خب میم دلتا را تشکیل میدیم دوستان عزیز. دلتا گفتیم چی است؟ دلتا گفتیم از B2 منفی 4 A منفی 4 AC. درست است یا نه؟ خب B2 چند است؟ B مقدارش 1 است، به توان 2 که برسه میشه 1 به توان 2 که میشه مقدارش 1 منفی 4 ضرب در چی؟ ضرب در A ما که منفی 2 است
به جای a منفی 2 قرار میدیم و در مقدار 1. درست است یا نه؟ خب 4 ضرب در منفی 2 میشود منفی 8. منفی 8 ضرب در 1 میشود باز منفی 8. یک منفی اینجا داریم چی میشود؟ منفی در منفی میشه مثبت. پس میشه چی؟ میشود 1 جمع 8 میشه. چند میشه جوابش؟ آفرین، مقدارش 9 میشه. پس دلتای ما مقدارش 9 است. درسته؟ خب پس ریشه ها چی میشود؟ ریشه اول میشود گفتم چی؟ گفتیم میشود منفی b مثبت جذر دلتا تقسیم بر 2a میشه که مساوی با چی است؟ مقدار b ما مثبت 1 است. پس منفی b میشود منفی 1. این از منفی b ما. گفتیم چی؟ مثبت دلتا مثبت جذر دلتا. دلتای ما مقدارش 9 است. جذر 9 میشه و چند؟ آفرین، مقدارش 3 میشه. تقسیم میکنیم بر چی؟ 2a. 2 ضرب در a ما چند است؟ آفرین، باز منفی 2 است. به جای a منفی 2 قرار میدیم. جواب چی میشود؟ جواب میشود 3 منفی 1 ازم کم میشود، مقدار 2 میشه. درسته؟ تقسیم میکنیم بر چی؟ 2 ضرب در منفی 2 آفرین چند میشه؟ منفی 4 میشه. احسن، میشود چی؟ میشود منفی 1 بر 2. این از ریشه اول. خب ریشه دوم چی میشه دوستان عزیز؟ که با y2 نشان میدادیم. گفتیم y2 مساویه با چی؟ منفی b منفی جذر دلتا میشه. درست است؟ منفی b که میشود منفی 1 قرار میدیم مستقیم جایشی. منفی چی؟ جذر دلتا. جذر دلتا گفتیم مقدارش 3 است. پس میشه چی؟ منفی 3 میشه. درسته؟ تقسیم بر چی؟ 2 ضرب در منفی 2 که منفی 2 مقدار a می باشه. جواب چند است؟ منفی 1 با منفی 3 جمع میشه منفی 4. این از منفی 4ش. تقسیم بر چی میشه؟ 2 ضرب منفی 2 که باز منفی 4 میشه. درسته؟ منفی 4 تقسیم بر منفی 4 مقدارش 1 می باشه. پس ریشه دوم از این معادلم که مقدارش 1 می باشه. نتیجه میگیریم که چی؟ ساین x1 که مساوی با چی است؟ y1 است برابر با مقدار منفی 1 بر 2. درست است یا نه؟ خب ما باید ببینیم که کجا ساین کدوم زاویه بوده که ساین از او چی شده؟ منفی 1 بر 2 شده. من شکلش براتون میکشم دوستان عزیز. خب این ساین باشه، اینم اگه محور کوساین x باشه. درست است یا نه؟ این محور کوساین ماست، این محور ساین ماست. خب دوستان عزیز کجا بوده که مقدار ساین از ما مساوی با منفی 1 بر 2 شده دوستان عزیز؟ درسته؟ خب ما میدانیم که اگه زاویه از ما چی باشه؟ زاویه از ما اگه باشه پای ششم، مقدار ساین ما چی میشود؟ آفرین، میشه 1 بر 2. ولی در حالی که ما چی داریم؟ در حال ما ساین ما منفی 1 بر 2 است. کجا قرار دارد؟ آفرین، میشه اینجا دیگه دوستان عزیز که مقدار چی است؟ ساین شما که اینجا قرار میگیره همون چی است؟ منفی 1 بر 2 است. این چه زاویه دوستان عزیز؟ احسن بر شما. اگه ای باشه 30 درجه، درست است یا نه؟ یا پای ششم باشه، این همون منفی پای ششم دیگه. درست است که چی؟ ساین از او میشود منفی 1 بر 2. پس نتیجه میتونیم بگیریم که از این قسمت که x1 ما چی است؟ منفی پای ششم. این ازیشی. دیگه چی گفتیم؟ گفتیم y2 ما مساوی بوده با ساین x2 مساوی با مقدار چی بوده؟ مقدار 1 بوده. خب کجا ساین ما مقدارش 1 میشه دوستان عزیز؟ آفرین، در این قسمت که گفتیم که چی میشه؟ مقدار ساین از ما 1 است. این چه زاویه است؟ آفرین، میشه زاویه قائمه یا زاویه 90 درجه که همون پای دوم می باشه. پس x2 مساوی با آفرین میشه چی؟ میشه پای دوم. خب نکات دوستان عزیز، مطابقت های زیر همواره برقرار است دوستان عزیز. پس چی است این معادلاتی که در قسمت پایین میخوایم ببینیم همش مطابقت است، یعنی به ازای همه زوایا چی است؟ این تساوی بالا برقرار است. خب او چی است؟ اولا که کوساین 2 آلفا مساوی با 1 منفی 2 ساین 2 آلفا می باشه. یعنی به ازای هر آلفایی شما اگه در این مثال بالا قرار بدین همیشه تساوی شما چی است؟ برقرار است. دیگه چی؟ کوساین مجموع دو زاویه برابر است با کوساین زاویه اول در کوساین زاویه دوم منفی ساین زاویه اول در ساین زاویه دوم. دیگه چی دوستان عزیز؟ ساین مجموع دو زاویه مساوی است با ساین زاویه اول در کوساین زاویه دوم جمع میشه با چی؟ ساین زاویه دوم در کوساین زاویه اول. دیگه چی دوستان عزیز؟ ساین 2 آلفا مساویه با 2 تا ساین آلفا در کوساین آلفا. درس ما هم خلاص شد دوستان عزیز. در این قسمت میخوایم چند سوال کنکور را با هم کار کنیم. سوال اول،
اگر ساین پای چهارم یا پای تقسیم بر 4 جمع تتا مساوی با 1 باشد، پس قیمت تتا مساوی است با. خب دوستان عزیز، ما میدونیم چی شده؟ ما میدونیم که ساین پای چهارم جمع تتا مساوی با 1 شده. درسته یا نه؟ خب دوستان عزیز، کدوم زاویه است که ساین از ما مساوی با 1 میشه؟ خب در اسلاید قبلی گفتیم دیگه که ساین پای دوم همیشه مساوی با مقدار 1 است. پس نتیجه میگیریم که چی؟ نتیجه میگیریم که باید مجموع تتا با زاویه پای چهارم مساوی با چی باشه؟ پای دوم باشه دیگه. درسته؟ پس پای چهارم جمع تتا مساوی با چی باشه؟ آفرین، باید پای دوم باشه. چرا؟ چون این مجموع بوده، پای دوم بوده که چی؟ مقدار ساین از او شده، مقدارش 1 شده. خب پای چهارم جمع تتا شده چی؟ پای دوم. پس نتیجه میگیریم که تتا مساویه با پای دوم منفی پای چهارم میشه. درست است یا نه؟ خب پای دوم منفی پای چهارم چند میشه؟ شما کافیه مخرج مشترک بگیرین. میشود چی؟ میشود 2 پای منفی پای میشه. جواب میشه چی؟ پای چهارم. درست است یا نه؟ چرا؟ اگر ما سوال میزنیم که در خانه خود انجام بدین آیا این تساوی برقرار هست یا نه. خب دوستان عزیز، از طرف ما میدونیم که پای چهارم مساوی با 45 درجه، پس گزینه صحیح باید گزینه 3 باشه. خب سوال دیگر، مساوات یک جمع تانژان 2 آلفا مساوی است با سکان 2 آلفا چه نوع مساواتی است؟ اگر دوستان یادتون باشه در جلسه قبل ما گفتیم که چی؟ ما چند تا مطابقت رو معرفی کردیم. گفتیم ساین 2 آلفا جمع کوساین 2 آلفا مساوی با 1 است. دیگه چی گفتیم؟ دیگه گفتیم که یک جمع تانژان 2 آلفا همیشه مساوی با چی است؟ سکان 2 آلفا است. یعنی به ازای همه زوایا این تساوی بالا برقرار است. چون به ازای همه زوایا تساوی بالا برقرار است، پس این معادله یا این مساوات باید یک مطابقت باشه دوستان عزیز. پس گزینه صحیح باید گزینه 3 باشه. خب سوال دیگر، در معادله مثلثاتی ساین 2x منفی 2 ساین x جمع 1 مساوی با 0 قیمت زاویه x مساوی است به. خب دوستان عزیز، گفتیم چیکار میکنیم؟ اگه توجه کرده باشین یک معادله درجه 2 است. گفتیم مرحله اول میایم به جای ساین x مقدار y را قرار میدیم. خب چی میشود معادله؟ میشود y2 درست است یا نه؟ منفی 2y جمع 1 مساوی با 0 میشه. درست است یا نه؟ خب دوستان عزیز، این چی است؟ میایم دلتا رو دست میاریم. دلتا گفتیم چی میشه؟ گفتیم میشه b2 منفی آفرین 4 ac. b ما چند است؟ آفرین منفی 2 است. منفی 2 به توان 2 میشه 4 منفی 4 ضرب در چی؟ مقدار a ما که 1 است، مقدار c ما که مقدارش 1 است. میشه چی؟ میشه 4 ضرب در 1 میشه 4 ضرب در 1 میشه 4 4 منفی 4 میشه 0. پس دلتای ما چند است؟ 0 است. دوستان عزیز، در حل معادلات درجه 2 هرگاه دلتا شما مقدار 0 شد، شما فقط یک ریشه دارین دوستان عزیز. خب یادتون باشه. پس چی شد؟ در معادلات درجه 2 هرگاه دلتا شما مساوی با 0 شد، شما یک معادله دارین، یک ریشه چند ندارین، یک ریشه دارین. دیگه اگر دلتا شما بزرگتر از 0 شد، شما دو ریشه دارین. اگر دلتا شما کمتر از 0 شد، یعنی منفی شد، شما هیچ گونه ریشه حقیقی ندارین. خب در این مثال از ما دلتا مساوی با 0 شده، پس ما یک ریشه داریم. اون ریشه چی است؟ ریشه میشود منفی b تقسیم بر 2a میشه دوستان عزیز. خب منفی b چند بوده؟ منفی 2 بوده. منفی 2 آفرین میشه مثبت 2. این از دیشی تقسیم بر چی میشه؟ بعد تقسیم بر 2a. a ما مقدارش 1 است، 2 ضرب در 1 میشه 2. پس میشه چی؟ y میشه 2 بر 2 که میشه مقدارش 1 میشه. خب پس y شما شده چی؟ y شما مقدارش 1 شده. پس نتیجه میگیریم که y که مساوی بود با ساین x مقدارش 1 شده. درست است یا نه؟ خب کجا اون زاویه چه زاویه بوده که مقدارش 1 میشه؟ آفرین، در مثال قبلی گفتیم که زاویه پای دوم یا 90 درجه است که ساین 90 درجه مقدارش 1 است. نتیجه میگیریم باید گزینه 4 گزینه صحیح باشه. خب دوستان عزیز، در قسمت سوالاتم خلاص شد. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.